سلام دوستای عزیزم، من علی غفارپورم از گروه آلفا مشاور آکادمیک در زمینه مهندسی برق هستم. میخوام باهاتون در مورد شناخت هدف از تحصیل در دوره کارشناسی ارشد صحبت بکنم. بسیاری از آدم‌هایی که الان باهاشون صحبت بکنید به شما خواهند گفت که وارد دانشگاه شدن برای دوره کارشناسی ارشد کاری بیهوده است. چرا؟ چون تهش شما نمیتونی کاری پیدا بکنی. کاری بیهوده است به خاطر اینکه من آشناهایی رو دارم، دوستانی رو میشناسم که رفتن و در دوره ارشد تحصیل کردن و شرایطشون اصلا خوب نشده و نهایتاً کار بیهوده ای. من صحبت‌های این عزیزان رو نه رد میکنم و نه میپذیرم. از طرف دیگه آدم‌هایی هم پیدا میشن میگن که شما حتما باید ارشد بخونید، اصلا اگر شما کارشناسی ارشد نخونید کار نمیتونید پیدا بکنید، اصلا اگر شما ارشد نخونید هیچ شغلی برای شما نخواهد بود و حتما باید شما کنکور بدید یا به طریقی وارد دوره کارشناسی ارشد بشید و من حرف این عزیزان رو هم نه رد میکنم و نه تایید میکنم. اما حرف من اینه که اول شما باید بشناسید که آیا من اگر وارد دانشگاه کارشناسی ارشدم شدم حتما این دانشگاه به اون هدف من کمک خواهد کرد یا نه. امروز میخوام باهاتون در مورد همین هدف صحبت بکنم. نکته مهم برای شما باید نهایتاً این باشه که آیا هر دانشگاهی با توجه به هدف من برای من ارزش خوندن داره یا نه. یه سری از دانشگاه ها رو من اگر قبول شدم وارد میشم و یک سری از دانشگاه ها رو هم با توجه به شرایط خودم اگر قبول نشدم دیگه بیخیال ارشد خوندن میشم و معمولاً این بهترین نقطه یک نفر میتونه بهش برسه. یعنی باید این مرزه رو بتونید برای خودتون تعیین بکنید. اساساً آدمای مختلف اهداف متفاوتی در مورد کنکور ارشد دارن. به طور مثال بعضی از بچه‌ها هستن که میگن من دلم میخواد که ارشد بخونم فقط برای اینکه محل زندگیم رو عوض بکنم. یه سری ها میگن که من دلم میخواد ارشد بخونم برای اینکه در جایی که دارم کار میکنم شرایط کاریم یکم بهتر میشه، حقوقم بالاتر میره و چیزایی دیگه. اما غالب افرادی که دارن برای دوره کارشناسی ارشد به خصوص اقدام میکنن کسایی هستن که دنبال دو تا نکته‌ن. یا دنبال اپلای کردن برای ادامه تحصیل یا کار کردن در کشورهای خارجی هستن، اساساً از این به بعد بهش میگیم دنبال اپلای هستن. یا اینکه کسایی هستن که میخوان دوره کارشناسی ارشد رو بیان برای اینکه کار بهتری رو داشته باشن. توی این وایس و توی این پادکست دلمون میخوایم صحبت بکنیم فقط در مورد همین دوتا دسته، ببینیم واقعا کنکور چقدر کمک کننده است راجع به این. ابتدا راجع به اپلای صحبت میکنم. ببینید به طور معمول کسایی که در دوره کارشناسی توی ایران بودن برای اینکه برای پوزیشن کاری بخوان اقدام بکنن در یک کشور خارجی کار معمولاً سخت‌تری دارن و اینطوری بگم بسیار سخت‌تری دارن نسبت به اینکه بخوان برای یک موقعیت تحصیلی بخوان اقدام بکنن. ما در جاهای دیگر سایت و البته اینستاگرام و تلگراممون صحبت کردیم و صحبت خواهیم کرد بیشتر در مورد اپلای. اما همینقدر بگم که ساده ترین راه اپلای کردن و در واقع مهاجرت کردن برای یک دانشجو اینه که در دوره کارشناسی ارشد توی ایران در یک دانشگاه خوب درس بخونه و بعد هم بتونه برای دوره دکتراش اپلای کنه و بره. به خاطر اینکه معمولاً برای دوره کارشناسی ارشد خیلی سخته که بچه‌ها فاند بگیرن. حالا آیا حتما قبول شدن در دانشگاه برای دوره کارشناسی ارشد میتونه به شما کمک بکند برای اپلای؟ نظر شخص من اینه. یک، اگر شما در دوره کارشناسیتون رزومه فوق‌العاده خوبی دارید، یعنی در دانشگاه خوبی درس خوندید، منظورم 4-5 تا دانشگاه اوله و البته معدل بالایی دارید، معدل بالای 17.5-18، این نشون میده که شما با همون رزومه کارشناسیتون میتونید اپلای بکنید و من پیشنهاد نمی کنم شما منتظر بمونید برای اینکه در واقع ارشدتون رو بخونید و بعد اپلای بکنید.
یا اینکه اگر همچین شرایطی رو ندارید یا به نسبت یکم شرایطتون ضعیف‌تره، پیشنهاد میکنم که به این نگاه بکنید که آیا میتونید در دوره کارشناسی ارشد به صورت سلف فاند برید، یعنی اینکه اگر دنبال اپلای هستید میتونید دوره کارشناسی ارشدتون رو از جیب خودتون هزینه بکنید و درس بخونید در یک دانشگاه خارجی. پس اونهایی که این دوتا ویژگی رو دارن یا حداقل یکیش رو دارن، به این موضوع فکر بکنن که اصلا ارشد دادن به درد من نمیخوره، یا در یکی از دانشگاه‌های خیلی خوب تهران با معدل بالای 17.5 هستن. دو، کسایی که میتونن برای دوره کارشناسی ارشدشون به صورت سلف فاند برن. اگر هیچ کدوم از این ویژگی ها رو ندارید، پیشنهاد میکنم بعد از دوره کارشناسیتون برای اپلای اقدام نکنید و بهتره که ارشد رو در ایران بخونید. این نظر من هست. اما آیا همه دانشگاه ها به شما کمک میکنن برای اپلای؟ به نظر من هرچی رنکینگ دانشگاهی یا بهتره بگم موقعیت دانشگاه بهتر باشه در ایران، کمک بیشتری خواهد کرد. این به این معنا نیستش که اگر شما مثلا وارد دانشگاه شریف شدید تون بهتون ایمیل بدن از دانشگاه‌های خارجی، فلانی چرا نمیای دانشگاه ما دکترا بخونی. اصلا بچه‌ها این شرایط نیست. فقط شما در دانشگاه شریف، در دانشگاه تهران، در دانشگاه امیرکبیر آدم‌های زیادی رو می‌بینید که شبیه شما هستن. آدم‌های زیادی رو می‌بینید که دارن مقاله میدن، دارن تلاش میکنن برای اپلای، دارن مثلا به نوعی همکاری میکنن برای مقاله ها. خیلی راحت میتونید این ارتباط رو ایجاد بکنید و کار شما بسیار آسونتر میشه. بنابراین من اگر میخواستم اپلای بکنم و میخواستم که ارشد خوندنم کمکی به اپلایم بکنه، احتمالاً به جز 5-6 تا دانشگاه اول دیگه وارد دانشگاه‌های دیگه نمیشدم. البته میگم این نظر شخص منه، گرچه از دانشگاه‌های سطح پایین‌تر هم ما آدم‌هایی رو داشتیم که رزومه‌شون رو قوی کردن و تونستن اپلای بکنن که ما در مورد موضوع اپلای جداگانه صحبت خواهیم کرد. اما مورد بعدی برای کسایی هستن که میخوان برای کار اقدام بکنن. خوب دقت بکنید. تعریف من از کار اینه که کارها دو مدلن. یا کار دولتی هن که شما میرید و در یک جایی استخدام میشید، یا کارهای غیر دولتی هن. من کارهای غیر دولتی رو کارهایی میگم که شما یا به خاطر اینکه چیزی بلد هستید به درد یک شرکت خصوصی میخورید و دارید اونجا کار میکنید و معمولا چیزهای جدید یاد میگیرید برخلاف شرکت‌های دولتی، و یا اینکه با آدم‌هایی که در ارتباط هستید باهاشون میتونید یک استارتاپی رو راه بندازید و نهایتاً به نوعی روی پای خودتون وایسید. حالا این میتونه تنهایی باشه یا معمولاً با همکاری آدم‌های دیگه. من به اون دسته از عزیزانی که میخوان ارشد بخونن که راحت تر بتونن کار دولتی پیدا بکنن میخوام بگم بچه ها، بجز در دانشگاه های خاص ما مثل دانشگاه امام حسین، مثل دانشگاه شهید ستاری، مثل دانشگاه صدا و سیما، بجز اینها تقریبا میتونم بگم ارشد خوندن به طور مستقیم کمک خاصی به شما نمیکنه. و اگر با همون دوره لیسانستون میتونید دنبال کار دولتی هستید، برید و در یک کار دولتی مشغول به کار بشید، بعداً حالا ارشدتون رو میگیرید. یا مثلا اگر شما میخواید در یک شرکت دولتی کار بکنید، معمولاً کمترن که شرکت ها گیر بدن به اینکه شما کجا ارشد خوندید، به جز جاهای خاصی مثلا شرکت نفت و شرکت های تابع اونها. بیشتر دلم میخواد صحبت بکنم راجع به این که بچه‌هایی که میگن ما میخوایم کار بکنیم، رو پای خودمون وایسیم، میخوایم یک استارتاپ را بندازیم، دلمون میخواد که مثلا کاربلد باشیم، یک مهندسی باشیم که درآمدمون مثلا در حد مثلا میانگین جامعه نباشه، میخوام حداقل 4 برابر میانگین جامعه درآمدم باشه، کما اینکه الانم بسیار زیادن از اینها. بچه‌ها به نظر من پیدا کردن همچین کارهایی نیازمند 2 تا ویژگی مهمه. ویژگی مهم اول اینه که شما ارتباطهای خیلی قوی داشته باشید و ویژگی مهم دوم اینه که شما عرضه داشته باشید، یعنی از نظر فنی خودتون رو به اندازه کافی قوی بکنید که کسی نتونه به گرد پاتون برسه. به نظر من دانشگاه به شما این فرصت رو میده، نمیگم این رو به شما هدیه میده.
دانشگاه این فرصت رو به شما میده که شما خودتون رو از این منظر قوی بکنید. یعنی به شما آشناهای خفن‌تری رو معرفی میکنه. حالا هرچی دانشگاهتون سطح بالاتر باشه بهتر. و البته به شما کمک میکنه که شما بتونید حتما در واقع از نظر فنی خودتون رو بهتر بکنید. این به این معنا نیستش که هر کسی وارد دانشگاه خوب میشه حتما توی این دوتا موردی که من گفتم دیگه مشکلی نخواهد داشت. این به این معنا نیستش که هر کسی وارد دانشگاه شریف شد میتونه خیلی راحت یه استارتاپ را بندازه. نه، خیلی خودمونی بگم باید پدرش در بیاد تا این اتفاق بیفته. باید حتما با یه سری آدم صحبت بکنه، حتما باید ممکن است برود و با یک سری آدم هایی که قبلا این راه رو رفتن ازشون مشورت بگیره. ممکنه یه مدت بیگاری بکنه و لازم باشه که واقعا از جون و دل مایه بذاره. ولی اگر یک آدمی با این آدم‌هایی که مثلا شما در دانشگاه‌های بزرگ آشنا میشید هیچ ارتباطی نداشته باشه، به نوعی راهش سد هست یا به نوعی راهش خیلی خیلی سخت‌تر هست. پس یه جمع‌بندی میکنم، به هیچ عنوان توصیه نمی‌کنم با این پیش‌فرض که من اگر وارد دانشگاه‌های خوب بشم و من میخوام اپلای بکنم منو رو هوا میبرن و من میخوام کار را بندازم کار ریخته برای من توی تهران. به هیچ وجه اینجوری نیست. اما میخوام بگم بچه ها فرصت ها ریخته واقعا. هر چی شما دانشگاه سطح بالاتر قبول بشید فرصت های زیادی پیش روی شما خواهد بود. حالا این شمایید که تصمیم میگیرید از این فرصت ها استفاده بکنید یا استفاده نکنید. بنابراین اگر تصمیمت رو گرفتی برای اینکه کنکور بدی، یه بار برای همیشه این معضل و این چالش رو با خودت حل کن و دیگه دنبالش نرو که خودتو اذیت بکنی، هی بیشتر و بیشتر فکر کنی، هی با آدمهای جدید صحبت بکنی، بگی من کنکور بدم یا کنکور ندم. اگر واقعا یک بار راجع به حرفای من فکر کردی و تصمیم گرفتی، دیگه تمومش کن، دیگه قاطع باش. یا با خیال راحت بشین کنکورتو بده یا کلن ببوس و بذار کنار و برو دنبال یه چیز دیگه. امیدوارم که کاملا عاقلانه فکر بکنید در مورد این موضوع و خیلی خیلی مهمه که بتونید تصمیم خوبی برای زندگیتون بگیرید. ببخشید که پرحرفی کردم. من و همکارانم در مجموعه آلفا مشاور در خدمت شما هستیم با موضوعات دیگر و با کلی اطلاعات ناب دیگه‌ای که حدس میزنیم برای شما مفید باشه. خدا نگهدار.